سلام بچه‌ها، من امروز اومدم یه چیزی رو بهتون بگم. من الان جدیدن دارم تو یوتیوب فعالیت میکنم، ولی من توی اینستا یه ذره چند فعالیت میکنم، ولی به نظر نرسیدم که توی یوتیوب هم فعالیت کنم و اومدم من این شکلی بگم که من اینو میخواستم بهتون بگم. من از بچگی، یعنی از 5 ماهگیم، پدر و داداشم هم دیگه غرق شدن. 5 ماه هم بود پدر داداشم هم دیگه غرق شدن. به خاطر همین منم الان دوست دارم برگردم به گذشته و نجاتشون بدم، ولی هیچ وقت نمیشه برگشت به گذشته. اگرم شد میتونستم برگردم، ولی بچه بودم، نه خدا قدرتی میداد نه هیچ کاری نمیگه، همون باز اتفاق میدیدم باز. من که مامانم وقتی که بابامو داداشم غرق شدن، مامانم با یه نفر ازدواج کرد که اونم شد بابای ناتنی من. مامانم باردار شد. وقتی که باردار شد، به جای که پدر ناتنی بره به مامانم کمک کنه، حواسش بهش باشه، بهش منو میزد، دعوام میکرد، حتی مامانم هم همینطور اذیتش میکرد. و اینکه وقتی که خواهرم به دنیا آمد طلاقش داد مامانم. وقتی که طلاقش داد، الان خودمون داریم تکی زندگی میکنیم و الان هممونم از اون پدر ناتنین بدمون میاد. خواهرم اذیت میکرد، مامانم اذیت میکرد، من اذیت میکرد. الان به خاطر همین سر اینکه گریه نمیکنم، نصف شبا به خودم این کلمات جمله رو میگم. این جمله رو همیشه به خودم میگم که یه روزی برسم جلوی دوربین به شما بگم گریه نکنم. میخوام بدون گریه، بدون اشک بهتون بگم من اینو. فعلا شب بخیر.